با سلام و عرض درود خدمت همراهان سولن سرویس. امروز مشتری با اون تماس گرفت، یک کولر نو خریده، بریم براش نصب کنیم. یک کولر جنرال آیس هستش که از بانه خودش سفارش داده، اومدیم براش کولر رو نصب کنیم. پنل داخلی رو براش نصب کردیم، اومدیم بالا کابلای بالا رو براش نصب کنیم. دیدیم که خازن سر جاش محکم نیست، بست خازن درست سر جاش بسته نشده و خازن سر جاش داره بازی میکنه. یک کولر خریده بسیار ضعیف، وسایلی که به کار رفته توش کیفیتش پایین، ضعیف. یه رادیات کلا 1 سانت بیشتر ارزش نیست، از لوله های 1/4 استفاده شده، یه ردیف بیشتر رادیات نداره. هر ارزونی دوستان بی حکمت نیست، ملاحظه میفرمایید. این وضع کندانسور خیلی ضعیف، افتضاح. ما براش بست خازن رو براش بستیم، جاش رو صفر کردیم، مرتب کردیم. از ادامه نصبم براتون فیلم میذارم.